السلام علیکم خوانندگان عزیز و تماشاگران محترم. ما با همراه شما امروز آیدی موضوع نابرابری‌های کوادراتی هم صحبت می‌شویم. آیدی حل کردن نابرابری‌های کوادراتی باید ما دانش معینی رو گیریم. چیزی که شما می‌دونید وقتی که علامت نابرابری میگن، ما علامت نابرابری گفتن این علامت کلان نوشته میشه، کلان میگن. کلان. این علامت کلان یا برابر میگن. کلان یا برابر. این علامت رو علامت خورد میگن. این علامت رو خورد یا برابر میگن. یعنی در برابری نابرابری ها، در علامت نابرابری ها همین علامت ها دوی با میخورند. هر یک حالتی ده که کلان میشود یا کلان برابری میگیم، این حالت های کلان بودن ده این در نظر داریم که کدام وقت این حالت ده همون عدد کلان میشود، کدام حالت ده مثبت خورد میشود. وقتی که ما کلان گفتیم، کلان شدن این گفتنی گفت که این عددی مثبت است. دیل خو عددی خوردی که شما چلی که در تیر عددی در صنف‌های 5 گذشته بودید و تیر عددی خوندید و در تیر عددی نقطه نولی گفتن مرکز و انتخاب کردید و از طرف نقطه نول به طرف راست عددهای مثبت جایگیر بودن و از طرف نول به طرف چپ عددهای منفی جایگیر بودن. از طرف چپ عددهای منفی جایگیر بودن. ما میگفتیم که دل خو عددی مثبت خردترین از دل خو عددی منفی که در طرف چپ واقع گشته است کلان میباشد. اکنون ما حالی همین نابرابری که در تخته سیم نوشتگی همین را دیده میباریم. اگر ما به طرف چپی نابرابری نظر افکنیم، در اینجا معلوم می شود که طرف چپی نابرابری ما این سه اعضایی کوادراتی است. وقتی که طرف چپ سه اعضایی کوادراتی است، ما برای حل کردن سه اعضایی کوادراتی شما چطوری که میدونید ما هر یک سه اعضایی کوادراتی رو در نمود اصیل ضرب می نوشتیم. من نمود فرمول عمومی اون رو می نویسم. اگر سه اعضایی کوادراتی ما ax plus bx plus s میشه، ما این را برای اون که در نمود اصیل ضرب نویسیم همین رو می نوشتیم این طرف. r رو می گرفتیم می نوشتیم که x طرحی x1 x طرحی x2. یعنی شما x هم میدونید که این خودی در سه اعضایی عددی نامعلوم است، لیکن a کوفیشنت نزد x کوادرات است و x1 و x2 حل یعنی سه اعضایی کوادراتی است. اگر ما باید با مدل ترتیب دیم حل شد یابیم. یعنی دو نقطه رو هم که همین نابرابری را قناعت کنیم. ما برای حل نابرابری بالا همین سه اعضایی بالا رو ما طرف چپش می نویسیم و همین برابر نول می نویسیم. شرطاً برابر نول می نویسیم که معادله کوادراتی شد. وقتی که این معادله کوادراتی میگیریم، چون که من شما معادله کوادراتی نشون داده بودم، ما اول دیسکریمنت معادله کوادراتی میولیم. یعنی دیسکریمنت معادله کوادراتی چون که شما میدونید از روی فرمول b کوادرات مینوس 4as حساب کرده میشد. با جای b مود اومده است مینوس 5 این در کوادرات مینوس 4 با جای a اومده است 1 با جای s اومده است 4. اگر ما این ضرب کنیم اینجا می شود 25 مینوس اینجا ضرب کنیم 16 این ترک کنم 9 باقی میماند. یعنی دیسکریمنت ما برابر 9 میشود. اگر ما حالی همین معادله را حساب کردنی شویم از روی فرمولش چیزی که شما فراموش نکرده باشید، من یک بار فرمول همین می نویسم. همین خیلی نمود نوشته بودیم. ما همین فرمول نوشتگی ما مینوس با جای b قیمت چه میذارم مینوس 5 قیمت چه میذارم پلوس و مینوسی ریشه از 9 تقسیم 2 ضرب 1. اگر اینجا ساده کنیم این یکمش 5 میشود، دیومش 3 میشود، اینش 2 میشود. اگر x 1 رو یافتنی شوید 5 3 را تر میکنیم 2 میموند، 2 با 2 1 تا میرسد. یعنی من میتونم نویسم 5 تا 3 تقسیم 2 این 2 تقسیم 2 این 1 تا میشود و x اگر دیوم یافتنی شوید 5 با 3 جمع کرده بعد 2 تقسیم میکنیم این 8 تقسیم 2 میشود، این 4 میشود. یعنی ما دو ریشه سه اعضایی رو یافتیم. وقتی دو ریشه رو یافتیم من همین یک عباره از فرمول بالا استفاده بوده می نویسم.
x کвадрат минус 5x плюс 4 баробари ба зарбкунанда ҷудо кардан ба ҷои a мода 1 омадааст x тарҳи x якми мо 1 аст x диимон 4 аст агар ина зарб кунам агар мешавад x тарҳи 1 x тарҳи 4 вақте ки ман сеазогиро тарафи чапаша ба зарбкунанда ҷудо карда тонистам акнун ба ҷои ҳамин нобаробарие ки ман дар боло навишта будам x квадрат минус 5x плюс 4 хурд ё баробари 0 навишта будам ба ҷои тарафи чапаш ҳамин ифодаро мегзорам яъне x тарҳи 1 x тарҳи 4 ин хурд ё баробари 0 акнун ман вақте ки ҳамин ифодаро дар инҷа гузоштаму چی کردم گذاشتم از روی گذاشتگی که من گذاشتم اکنون با یک خلاصه میگم اینجا نگاه کنیم اگر بچه دو تا ضرب شونده است یک ضرب شونده یکمون x در یک ضرب شونده دیگه‌مون x در 4 همین حاصل ضرب دو ضرب شونده کی از 0 خورد یا با 0 برابر میشه اکنون در 0 با 0 برابر شدن میدونیم که با 0 برابر میشدن میدونیم که x تاری 1 برابر 0 باشد و x تاری 4 از 0 فرق کند 0 میشود اگر x تاری 1 از 0 فرق کند و x تاری 4 با 0 برابر شود برابر 0 میشود لیکن اکنون ما در لازمه برابریش میلش ما در لازمه که کی خورد میشود همین حالت خورد شدن همینم همین که حالت ها دارد حالت یکمش همینه اگر x تاری 1 x تاری 1 خورد یا برابر 0 باشد خورد یا برابر 0 باشد و x تاری 4 کلون یا برابر 0 باشد یعنی یکش خورد باشد یکش کلون در موردی یکش خورد یکش کلون بودن این معنی اون ندارد که هر دوش خورد میشد اکنون من اگر از همین علامتی بولو x یافتنی شود x همین هستم x خورد یا برابر بولو x خورد یا برابر 1 میشود پایان اگر نیستم x کلون یا برابر 4 میشود من برای اون که حل همین ifade را بیابم تیر عددی را اشاره میکنم که انا این نقطه فرض کردیم نقطه انا این نقطه اگر نقطه 0 باشد و این نقطه 1 باشد و انا این نقطه 4 باشد من نشون میدم که x از 1 خورد است یعنی x از 1 خورد بودن این از 1 خوردش این طرفه در نظر دارم این از 1 خورد بودن این حالت در منفی میشه منفی میشه اکنون x از 4 کلون بودن این حالت اینجا در مثبت میشه اکنون حالت آیندهش که نگاه کنیم دیگه حالت آینده ندارد چون که همین خیلی عددی که پایان اینجا مینوس هم گیریم و اینجا گذاریم این من 0 گرفتم میگذارم 0 گذارم اینجا 0 میشه 4 خودی 0 شده نمیتونم اینجا اگر من همین خود 4 را گیرم اگر 16 میشود اینجا 20 میشود اینجا 20 میشود 20 گیرم 0 میشود و 0 از 0 خورد شده نمیتونم برای همین نه 0 نه 1 نه 4 رو قبول نمیکنم در حالی ما در این فاصله موجود نیست ما حالت دیم را انتخاب میکنیم حالت دیم ما همون سیستم را می‌نویسیم برعکس بگذار x مینوس 1 کلون یا برابر 0 باشد x تاری 4 خورد یا برابر 0 باشد این حالت اگر ما گیریم x کلون یا برابر 1 میشود و x خورد یا برابر 4 میشود اگر این حالت در تیر نشان دادنی شویم اگر ما بگیم که این نقطه 0 این نقطه 1 این نقطه 4 بگیم اینجا اگر نشون دیم یک نشون دیم این طرف میشود همش انتخاب میشود این طرف اگر من خط رو اگر یعنی خیلی کده خط کده نشون میتونم که همین سوها با سوهای حل همین مدل نوبروالی اکنون طلب دارد و 4 از 4 خورده این طرف برام مگر این عملی که نشون میتونم که انا سوها حل این نوبروالی گفته نشون میتونم اگر در همین حالت من یک فاصله حاصل میکنم 1 4 یعنی فاصله 1 4 رو حاصل میکنم که همین 1 4 حلی نوبروالی ما شده میتوانم این اکنون شما با دقت اگر تماشا کرده باشید در حال همین نوبروالی کوادراتی همین خیلی فاصله را نگاه میکنید که همین خیلی فاصله وجود دارد یعنی شما چکلی که میدونید در هنگام حل کردن شما
تست قطعی کار میکنین پایان تست جواب نوشته می شود یا جواب درستی نوشته شده در اینجا قناعت میکنند. من حاضر شما قطعی علامتی خرد گرفتم لیکن علامتی خرد گرفتم اگر در اینجا ما مثالی را بینیم که اگر باشد که علامت خرد تنها باشد و برابر نداشته باشد عیناً همون مثال همین که کار کرده می شود همین که کار کرده فقط همین علامت برابریش پرتافته می شود اینجا هم علامت برابری و پرتافته می شود اینجا در فقط جواب در این موردی که نابرابری ما اگر باشد که این نموده میشید که x کوادرات مینوس 5x پلوس 4 خوردی نور میشید من جواب می نوشتم میگه از 1 تا 4 این جواب باشه این نموده می نوشتم یعنی این نمود معنی اون دارد که نه 1 نه 4 رو این نابرابری قبول نمیکرد همان عددهایی که در بین 1 و 4 میخوابد به حل این نابرابری تعلق دارد یعنی ما با امروی شما گویا که با مثالی که من در آخر نوشتم گویا دو نمودی مثال نوبار حل کردیم که همین دو نمود کدام سیازوگی را که شما نگیرید اگر وابسته به علامتش حلش پیدا کرده میتونید من اگر باشد که همین نوبرابری آخران در تیر عددی نشان داده میشوم من عمل میکنم من همین یک این خیلی نشان میتونم بینید بچه رنگی نور برای میکشم اینه 4 هم که موبایلش خالی میمونم 4 مینویسم اینجا 1 یعنی 1 از گفته بودیم 1 کلمه این طرف میبرم این طرف میبرم حل همین موبایل میشود لیکن نه 1 نه 4 رو قبول نمیکند باز ما قطعی شما مثال دیگر رو ببینیم که علامتی نابرابری دیگر باشد یعنی کلم باشد داشته می‌بینیم که شما در وقت حل کردنتون علامتی نابرابری اگر کلان شد و اون دشواری دچار نشید موضوع یک نابرابری می‌بینیم علامتی کلان بدن شد در کتابی درستون خورد مایلش چیزا در کتابو نمیخواد نابرابری که علامتش کلان باشد نبوده همونش خورد بودگی بوده است مایلش مایلش کلان گرفته شما قطعی حل میکنم یک مثال من همجا کلان گرفته حل میکنم یک مثال نمودش 39 است رقم شما در مثال شما میکنه x کوادرات مینوس 4x اینجا خورد یا برابر گرفته من همینه کلان یا برابر میگیرم در اینجا سیازوگی کوادراتی نوپره است در طرف چپ اینا چلی که ما بولودا بازار کنده جدو کردیم من این مثالی بولویا فرمولا را استفاده بردیم این فرمولا خطی و حل نمیشه این که x کوادرات 4x من x کوادرات این نموده بنویسم x ضرب x می نویسم و طرح 4x کلان یا برابر 9 اکنون x ای قوس می برابریم x اگر که ای قوس برابریم اینجا امونت x طرح 4 کلان یا برابر 9 اکنون از همین حاصل زد ما همینکت میبینیم یعنی دو ضرب شونده که کلان 0 می شود اگر باشد که هر دوش کلان 0 باشد یا که کلان 0 باشد شرطی اویندهش همینه که یا که هر دوش خوردی 0 باشد من شرطی یکم انتخاب میکنم بگذار که x هم کلان یا برابر 0 باشد x طرح 4 هم کلان یا برابر 0 باشد اگر همیشه من انتخاب کنم همین شرط انتخاب کنم اگر این میشود x کلان یا برابر 0 میشود اینجا x انتخاب کنم کلان یا برابر 4 میشود اکنون وقتی که ایدتا نابرابری که ما نگاه کنیم جوابش یافتنیشه x اینون کلان ای 4 یعنی x که ای 4 کلان باشه حتما این گفتنی گفت که 4 از 4 تا پلوسی بیاخیر میشه این حل شده حل اگر در اینجا نشان دادنی شویم حل نشان دادنی شویم این نقطه 0 باشد این نقطه اگر باشد که 4 باشد حالی ما هسته این طرف انتخاب میکنه همین با حالی مثالی ما میره دیم حالت هسته که x خود یا برابر 0
x تاری 4 خورد یا برابر 0 این حالت دیم حالت چه اگر این حالت هم حل کنیم x خورد یا برابر 0 بشود x خورد یا برابر 4 بشود اکنون که x معلوم است که و از 0 که خورد باشد یا که از 4 خورد باشد حتما و از 4 برای همین از 4 اینا انتخاب کنیم اینجا اگر نقطه 0 گیریم این نقطه را 4 گیریم اگر اینا از 0 خورد است من این طرف میروم انا این طرف حالی مثالی مو از 4 خورد است از 4 هم خورد است ما با همین خیلی میروم این خیلی حل میکنم اگر نگاه کنیم در اینجا این گفتنی گفت که جوابی ما میشود ای مینوس بی اخیر ای مینوس بی اخیر این خیلی میشه ای مینوس بی اخیر تا 0 یعنی در جواب عددهای را ما معین کردیم که عددهای را معین که نوبرابری ما رو کمال میکنند و اینها فقط این فاصله را بخوابند یعنی این موبایل بینید اکجو ای 0 تا 4 را ما انتخاب کردیم ای 0 تا 4 در نوبرابری ما حل نداره یعنی بوریش یک جویشوی همین فاصله پایان از این یک جویشوی این هر همین به حل ما متعلق است همین که نوبرابری از کادراتی حل کرده میشن با مانند همین در کتاب درسی صفحه رو بسیار مثال زیاده از 100 تا مثال نوشته شده است من باوری کامل دارم که اگر شما یکی از این مثال را فهمیده باشید مثال آینده شد به اون دشواری حل کرده میتوانید با دقتتون رحمت